احتمالاً دیده باشید عده‌ای وقتی مؤمنین کار خوبی انجام میدن، صدقه میدن و امثالهم، اونا رو متهم به ریاکاری میکنن که اولا ریا یک مسئله قلبیه، اونا چطور از این با خبر شدن؟ دوما برای اون عده که رضایت خداوند براشون اهمیتی نداره و همین چیز همین دنیای مادیه، چرا باید ریا بد باشه در حالی که خیلی از کارهای خودشون بر اساس ریاست؟ و این چیز جدیدی نیست. در زمان رسول الله علیه السلام منافقین اصحاب کرام رو متهم به ریا میکردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. صراط مستقیم رو در پیش بگیرید و افتخار تمام و از ملامت هیچ ملامت کننده ای نترسید و هر چیزی که دینتون به شما دستور داده سمعا و طاعا، امر به معروف و نهی از منکر، به روش صحیحش یادتون نره و اصلا ترکش نکنید. سلام علیکم.